اگر تمام افکاری که هر روز از ذهنت عبور میکنن واقعیت نباشد چه؟ اگر این صدایی که مدام تو را قضاوت میکند اصلا تو نباشی چه؟ بیشتر آدم‌ها تمام عمرشان را در زندگی افکارشان زندگی میکنند. یک فکر میگوید من کافی نیستم، فکر دیگری میگوید موفق نمیشوم و آنقدر این صداها را میشنوند که باور میکنند خودشان هستند. اما یک سوال مهم، اگر تو همان افکار هستی، پس چه کسی متوجه این افکار می شود؟ چه کسی می بیند که ذهنش ترسیده؟ چه کسی می فهمد که ذهنش ناراحت شده؟ آن مشاهده‌گر خود واقعی توست. افکار مثل ابر هستند، می آیند و می روند. اما آسمان همیشه باقی می ماند. تو آسمانی، نه ابرها. تو آگاهی هستی، نه افکاری که از ذهنت عبور می کنند. امشب فقط 1 دقیقه بنشین و افکارت را تماشا کن بدون قضاوت. شاید برای اولین بار بفهمی تمام این مدت تو افکار نبودی.